اگر زمین از دست شخصن ناراحت بشه حاصل خوب نمیده و اگر سنگم از دست سنگ تراش ناراحت بشه به هیچ وقت مجسمه خوبی نمیشه. حالا شما نگاه کنیم، اینجا یک روزی آمدیم مخربه بود، خراب بود، حتی خونه ساخته نبود، فقط این قسمت ساخته بود، او پشت ساخته نبود، او پشت که هست معلم چراغا. اینو تازه ساخته ببر که یک جای شده به ظرف تقریبا سمام نشد، یعنی از فیندسیون شروع کردیم و موتور بندی کلن سنگکاری تمام شده، کانال چراغا رو نصب کرده، چی جای شده. حالا داخل هم باشه که بگذاریم ببینیم با هم دیگه سکن چی جایه. این از داخل که در حال نقاشیه، برمیگرده میره او بر اضاف میشه. خیلی جای بزرگه، تقریبا نزدیک به 300 متر زربنایه. خود باغم حداقل داره که میگه فکر کنم 4000 متر باغه، خیلی جای خالیه. اینجا ما این کبابپزی درست کنیم که فقط اون تو سنگار بگذاشتم و رقمی رو در اومده، شو شد دیگه، نمیشه کار کرده. باز انشالله ثواب خیر. استخ اوه، یعنی هر کاری بخوای انجام بدی ناشد نداره. روز که بیمیدیم اینجا اصلا این استخ و دیوار و اینجا چیز اصلا نبود، فقط این استخ بود که ایران دوباره بازسازی کردیم، فقط دو قسمت ها جدید شده. خدایی باله.